سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما این جلسه میخوایم در مورد تنظیم مقدار پاش سوخت نسبت به دمای هوای ورودی رو آموزش بدیم. یعنی یه جدولی داره که با اونجا میتونید تنظیم بکنید که دمای هوای ورودی چطوری باشه، مقدار پاش هم اونجوری عمل بکنه. برای این کار میایم سربرگ ستینگز، روی گزینه این کلیک میکنیم. اینجا یه دونه جدول باز میشه. اینجا بازم اینو بزنید بسته میشه، اینو بزنید باز میشه. خب اینجا دو تا داده داریم. یه دونه دمای هوای ورودیه که ما نوشتیم -20 میتونید تغییر بدید. -20 0 10 20 30 40 50 60 70 درجه. اینا به درجه هست. خب یه دونه هم اینو داریم که بازم تو جلسه قبل گفتیم وقتی این 0 باشه یعنی هیچ کاری نکن. وقتی 100%، وقتی این 100% یعنی هیچ کاری نکن. وقتی از 100 بیشتره مقدار پاش رو بیشتر بکن. وقتی از 100 کمتره مقدار پاش رو کمتر بکن. فهمیدین تا اینجا چجوریه؟ خب ما بهش داریم میگیم وقتی دمای هوا -20 بود یعنی 114، یعنی در عمل 14% پاش سوخت رو بیشتر بکن. یعنی 14% پاش سوخت رو بیشتر بکنش نسبت به جدول VE که نشونتون دادم. همین جدول اینجا داره میگه 114 یعنی با 100 14% بالاتر از 100 دیگه، یعنی عملا داره میگیم 14% پاش سوخت رو بیشتر بکن. وقتی دماش شد 0 درجه بهش میگیم اینجا 110، یعنی 10% پاش سوخت رو بیشتر بکن. وقتی 10 درجه شد میگیم 8% پاش سوخت رو بیشتر کن. وقتی دما رفت بالاتر بهش میگیم 4% پاش سوخت رو بیشتر بکن. تا همینجوری میایم جلوتر که میرسیم به دمای 40 درجه. این دمای هوا هست ها، هوای ورودی به منیفولد. منظورم سنسور دمای هوا که میخونه اینه. وقتی 40 درجه شد بهش میگیم باش کاری نداشته باش. وقتی 50 درجه شد باش کاری نداشته باش. 60 شد باش کاری نداشته باش. 70 شد باش کاری نداشته باش. حالا این جدول کجا هم به درد میخوره؟ وقتی مثلا شما توربو دارین تو موتورتون، یکی که اینجوری تنظیم بکنید که مثلا هوا زمستون بود، هوا سرد بود، -20 درجه بود، انگار مثلا ماشین داره ساسات میکنه، مقدار پاش سوخت رو بیشتر بکنه. وقتی هوا سرد بود مقدار پاش سوخت رو بیشتر بکنه، انگار موتور تو حالت ساسات دیگه. یکم بنزین بیشتری سر پیستون برسه، موتور خاموش نشه تا بیاد موتور گرم بشه و هوای ورودیش هم نسبت گرمتر بشه. ولی این حالت بیشتر مثلا وقتی به درد میخوره که دمای هوای مثلا چجوری میشه گفت ورودی دمای آب رادیات سرد باشه، بیشتر کارایی داره عمل ساسات. فهمیدی چجوریه؟ این جدول کجا بیشتر به درد میخوره که و کار اساسی چیه؟ وقتی شما توربو داری تو موتورتون، وقتی PS های توربوتون بالا باشه یعنی با فشار داره هوا رو تو منیفول میزنه، فشار میده دیگه. خب دمای داخل منیفولدتون میره بالا. وقتی دمای من داخل منیفولد بره بالا از یه حدی اوکی، از یه حدی بالاتر بزنه باعث میشه که موتورت ناک بزنه. برای اینکه اینو بتونی کنترلش بکنی مثلا میای چه جوری میکنی؟ مثلا به جای اینکه اینجوری باشه ما میایم مثلا میگیم که بهش مثلا اینجوری بکنه. عذر میخوام یه لحظه، یه برنامه اتوماتیک باز شد. کجا توربو؟ مثلا به جای اینکه بیایم مثلا ما توربو داریم میخوایم از این آپشن استفاده کنیم، به جای اینکه این حالت تنظیمش کنیم مثلا میایم میگیم که اگه دما 70 شد
دمای ورودی مثلا از چیز شروع کنیم. 70 خوبه، 80 شد، 90 شد، 100 شد، 110 شد، 120 شد، 130 شد، 140 شد، 150 شد. خب یعنی داریم بهش میگیم وقتی هوای دمای ورودی به موتور 70، اینا رو تقریبی دارم میگم ما توضیح بدم. وقتی توربو باشه یعنی این دما رفته بالا دیگه. مقدار پاشیشو رفته رفته کمتر بکن، مثلا رو 90ش بکن، رو 80ش بکن، رو زیاد شد دیگه، مثلا رو 95ش بکن، رو 90ش بکن، رو 85ش بکن، 80ش بکن، 75ش بکن، 70، 65، 60، 55. خب بذارین اینم فعال کنیم. خب حالا چه اتفاقی گفت وقتی توربو وارد عمل شده؟ یه جورایی میشه گفت دما رفته بالا دیگه. ما بهش میگیم که وقتی دما رفت بالا، رفته رفته مقدار پاشیشو کمتر بکن تا موتور ناک نزنه به اصطلاح. فهمیدیم چی میگه؟ این مثلا آشه تو توربو به درد میخوره، یا مثلا اگه بخواین تو هوای سردم ازش میشه استفاده کرد. میگم دیگه بستگی داره چه سلیقه‌ای داشته باشی، یا مثلا بخوای کجا استفاده کنی ازش، چه کارایی داشته باشه. فقط تنها کار این اینه که دمای هوای ورودی رو میسنجه و نسبت به اون اگه بخوای مقدار پاش رو کمتر میکنه، اگه بخوای مقدار پاش رو دست نمیزنه بهش، اگه میخوای مقدار پاش رو بیشتر میکنه. این بستگی به خودت داره که تو چه حالتی ازش استفاده بکنی یا ازش استفاده نکنی. فکر کنم دیگه مطلب اینم اگه دقت کنی ببینیم میشه جابجاش کرد. یه نکته ای که یادم رفت اینجا بهتون بگم بهش اضافه بکنم، این جدول همون جدول چگالی هوا رو میگه. وقتی میگه دمای هوا بره بالا چگالی چه اتفاقی میفته، وقتی دمای هوا بیاد پایین چگالی چه اتفاقی میفته، و نسبت به اون یعنی نسبت به چگالی هوا که وقتی دما پایین تره چه حالتیه، وقتی دما بالاتره چه حالتیه. پس وقتی دمای هوا بیاد پایین، در عمل چگالی هوا بیشتر میشه، یعنی تحرک مولکول‌ها کمتر میشه و چگالی هوا کمتر میشه. ببخشید اشتباه کنم، چگالی هوا بیشتر میشه وقتی رابطش غیر مستقیمه. یعنی دما وقتی بیاد پایین چگالی هوا بیشتر میشه، وقتی دما بره بالا چگالی هوا کمتر میشه. وقتی چگالی تغییر کنه، پس مقدار ترکیب شدن سوخت با هوا هم تغییر میکنه دیگه، چون وقتی دما پایینه تحرک مولکول‌ها کمتره، وقتی دما بالای تحمل مولکول‌ها بیشتره. پس در چه این نکته هم گفتم بگم بهتون که در اصل این مربوط دمای هوا در اصل مربوط میشه به چگالی هوا، که چگالی هوا رو نسبت به پاشی سوخت یا پاشی سوخت رو نسبت به چگالی هوا تنظیمش میکنید در اصل. اینجوری فکر کنم مطلب دیگه این نموند. این جدول نسبت ساده است، بستگی به کارایی و انتخابی که داری. میگم تو توربو هم میشه استفاده کرد، تو هوای سرد هم میشه استفاده کرد، بستگی به خودت داری که ازش چه استفاده بکنی. امیدوارم که مطلب امروزم مفید بوده باشه واسهتون و به دردتون خورده باشه. شما رو به خدا میسپارم.